سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با این آموزش خفن و پس از مدت ها یه ویدیو لانگ دیگه. امروز اومدیم بهتون آموزش بدیم که چجوری گیم بوستر رد ماجیک رو برسن روی گوشی اندروید. همتون میدونین که رد ماجیک یه گوشی قول و خفن و گیمینگه که واقعا اصلا هیچ لگی نداره. اینم گیم بوسترشه که یه نوع رفع لگ میشه دیگه و شما هیچ لگی نمیگیرین تقریبا و معطلتون نمیکنم. بریم سراغ ویدیو. وارد گوگلتون میشین و سرچ کنین رد ماجیک گیم اسپیس و میرید و وارد سایت اولی میشید. وارد سایت اولی که شدین، اگر که بیادش میایید پایین 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 و روی این گزینه سبز میزنید و میذارید که دانلود شه اگر این تبلیغ رو بذاره و منتظر میمونید که دانلود بشه. الان ما روی دانلود میزنیم و منتظر میمونیم که دانلود شه. وقتی که دانلود شد میبینید که اصلا داخل صفحتون نیست. برنامه زدارجیبر احتیاج داریم. میرین داخل برنامه زدارجیبر بخش دانلود ها و روی خودش کلیک میکنیم و گزینه اینستال رو میزنیم. بعد روی گزینه آپدیت میزنیم که آپدیت شه. وقتی که آپدیت شد از همه برنامه میایم بیرون و شما به برنامه اکتیویتی لانچر احتیاج دارید. وارد اکتیویتی لانچر میشین، وای میسین که بیاد، میرین داخل گزینه ستینگ و این هاید رو آن میکنید. میان بیرون و منتظر میمونید که بیاد و سرچ میکنین گیم. همین گیم رو که سرچ کردین میاره واسهتون و لینک همه این برنامه هم گذاشتن داخل چنل تلگراممون. میرین اونجا و این برنامه رو دانلود میکنین و موقعی که اومدین میزنین روش و روی لانچ اکتیویتی میزنید. موقعی که روی لانچ اکتیویتی زدین وارد برنامه میشین. میتونین که کریت شورتکات رو بزنید که واسه من نمیدونم چرا نمیاد و شورتکات بسازیم و بیارینش داخل پس زمینه گوشیتون. حالا وارد گیم بوستر میشیم. همه گزینه ها رو فعال میکنیم و دکمه استارت رو میزنیم و میبینید که ما وارد شدیم. بزنید که واسهتون کالاف رو اضافه کنم. کالاف رو اضافه کردیم. حالا میریم داخل کالاف. الان دیگه FPS خدا داریم. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خدافظ.